من شیرین عبادی هستم، وکیل مدافع و مدافع حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003. زنهای زیادی رو میشناسم که تحت خشونت خانگی هستند یا خبرنگارانی که از سوی حکومت‌ها تهدید میشن. اینا باید بتونن حرف بزنن و بیان کنن که چه بر آنها گذشته. مهمترین مسئله این است که در توانمندسازی زنان بایستی زنها رو اعتماد به نفسشون رو ببریم بالا و به اونها بگیم که میتوانند سر پای خودشون بایستند. و برای اینکه یک زن اعتماد به نفسش بره بالا احتیاج داره که استقلال اقتصادی داشته باشه. زنی که برای خریدن لباس یا کوچکترین مایحتاج زندگیش بایستی از پدرش یا از شوهرش پول بگیره، این نمیتونه استقلال فکری خودش رو داشته باشه. و از همین روز که تحصیل کردن و حرفه آموختن برای دخترها بسیار مهمه. بایستی چیزایی رو یاد بگیرن که اونها رو کمک بکنه در اینکه بتونن وارد بازار کار بشن و به استقلال اقتصادی برسن. شهروندان از این طریق میتوانند به مدافعان حقوق بشر کمک کنند که نترسند و صحبت بکنن، مشکلاتشون رو بیان کنن. اینجا زنها مشکلاتشون رو بیان میکنن و راه حل رو از افراد گوناگون راه حل میشنون. جمع‌آوری این همه متخصص در یک سمینار بسیار میتونه نتایج خوبی داشته باشه.